فرزانه ناز در دبی بالاخره ازدواج کرد. افشای رازهای باور نکردنی زندگی جنجالی فرزانه ناز در دبی. فرزانه در دبی با کی ازدواج کرد؟ فرزانه ناز در دبی توسط چی افراد حمایت می شود؟ ناگفته های زندگی جنجالی فرزانه ناز. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. فرزانه ناز یکی از هنرمندان خوش صدای کشور که وی از سن نوجوانی شروع به هنرهای افغانه کرد. ابتدا میخواست دختر سینما شود ولی نتوانست در سینمای افغانستان موفق گردد. هرچند فرزانه ناز چندین فیلم با سلیم شاهین ساخت اما در آن زمان رشد خوبی نکرد و درآمد آنچنانی نداشت. و همین خاطر راه هنر آوازخوانی را انتخاب کرد. فرزانه به کشور پاکستان سفر کرد و در پاکستان چندین آهنگ نسل استادان پاکستانی ساخت که مورد حمایت و تشویق افغانها قرار گرفت. فرزانه شهرت هنری خوب پیدا کرد و بعد از آن که به کشور هندوستان و دبی سفرهای متعددی داشت از هنر موسیقی دست بردار شد و میخواست از سینمای هندوستان را پیدا کند، اما فرزانه ناز به این آرزویش نرسید. تازه چند روزه می شود تصاویر فرزانه ناز در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در دبی ازدواج کرده است، اما معلوم نیست فرزانه با کی ازدواج کرده است، آیا با همان دوست پسر ایندیش یا خیر. ولی جالب اینجاست فرزانه در دبی توسط چی افراد حمایت می شود؟ این همه در حالی است که فرزانه ناز همیشه در صفحات مجازیش بالخصوص تیک تاک مصروف است و یگانه راه درآمد فرزانه ناز صفحات مجازیش تنها تیک تاک است. ولی هر کس خودش میداند و زندگی شخصیش ما آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از فرزانه ناز خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.